خب سلام دوستان. یه رستوران یه لگن استیل داشت برای توی آشپزخونه‌اش می‌خواست استفاده کنه. بعد به خاطر کمبود جا خواست چهارپایه رو تاشو درست حتی دوستان همکاران کسایی هستن که این چهارپایه رو درست میکنن. حالا ما درست کردیم برای این دوست عزیزمون رستوران دار. این پایه به این شکلی که اینطوری جمع میشه، اون لگن رو برمیدارن جمعش میکنن، کاملا جمع میشه و قابل هم میزنن کنار دیوار گوشه اینجایی میزننش، لگن هم دوباره میزنن کنار. خوبی هم شده. حالا چون لگنه بزرگ بود ما حالا یک کار دیگه هم اضافه انجام بود. این لگن لگن استیل چون خیلی بزرگه و توش هم آب میریزن و مرغ منجمد شده اینو میذارن، خیلی بزرگ و حجیمه. برای هم ممکنه تعادل این کار به هم بخوره، همچنین به خاطر اینکه این پایه ها وقتی جمع میشن شما نمیتونید این پایه ها رو بلندتر بگیرید چون میافتن روی هم دیگه و این قسمت دیگه بسته نمیشه چون اون بلنده میاد تا اینجا، وقتی بیاد میافتن رو هم دیگه و دیگه نمیشه اینو بست. برای همین باید دقیقا اینا اندازه بشه، اینا اینطوری بخوره تا اینجا، جایی که خود عرض میز به ما اجازه میده. اینو ما بس کردم. بعد به خاطر یه خوردی دیدم اون خیلی سنگینه، ممکنه تعادلش به هم بخوره و اینا، چون پایه های هرچون کم شده و خیلی عریضه، یه پایه متحرک دیگه هم براش درست کردم، زاویه هم زدم که اینو هر وقت خواستن میتونم بزنم زیر این، چون اون لگن سنگین رو هر وقت میزنن دیگه خیلی محکم، هم اللحاظ استحکام خیلی محکم، هم از اینکه تعادلش به هم نمیخوره. هر جور هم خواستن میتونن توش کار کنن تو اون لگنه. حالا میخوام گوشت خورد کنن، هر کار میخوام کنن به قسمت هم هرچی فشار بدن دیگه بر نمیگرده. کار خیلی خوبی شده. حالا دوستان اگه کسی خواست براش بسازیم مسئله نیست، پیام بدن براشون بسازیم.